با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو می‌کنیم. دکتر سیاوش عزیز سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ باشید آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض می‌کنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. این مجموعه‌ای است که کتابی است که در آلمان منتشر شده در معرفی یک نمایشگاه کبیر و بزرگ از تمدن و هنر یک ملت استثنایی، یعنی ایرانی ها. خود ما میگیم 2500 سال، آلمان ها میگن 7000 سال. هنر این مملکت نگاه کنید، آخه همین جام رو نگاه کنید، دیگه زیباتر از این ممکنه؟ یعنی مجسمه شیرون بهتون دادم، این گاو رو، این آثار هنری هنرمندان ما در این 7000 سال آدم رو به حیرت میندازه. عباسی میگه بسیاری از هنرمندان بزرگ آلمانی، هنرمندان به نام که رفتن و موزه رو دیدن، اشیاء باستانی ما رو دیدن، دهانشون از حیرت باز بود. گاه فکر کردن اشتباه دارن میکنن، تاریخ ها رو دارن غلط میخونن، فکر کردن این آثار متعلق به امروزه. آثار متعلق به 7000 سال پیشه. عباسی گزارش داده با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنی. به مدرسه ای رفتم که شاگردانش همه عاشق بودن. به مدرسه ای رفتم که مدیرش از اهالی خونیه بود. من در سرزمینی زیستم که پرنده هایش دانه های عشق به منقار داشتند. در سرزمینی زیستم که هوایش دادگر، خاکش دادگر و دریایش دادگر بود و 7000 سال از عمر عاشقانش می‌گذشت. من پدرم ایرانی است، مادرم ایرانی است و 7000 سال با حکمت عشق بر زمین زیستم. همسایه های ما همه ایرانی بودند، گذشتم همه ایرانی است. من در آفتابی دراز کشیدم که ایرانی بود، در بارانی ایستادم که ایرانی بود، چشمان سیاهی را خواب دیدم که ایرانی بود، عسلی را چشیدم که ایرانی بود، از قناتی آب نوشیدم که ایرانی بود، دستی را بوسیدم که ایرانی بود، خداوندی را پرستیدم که ایرانی بود. کودکی های من همه در ایران گذشت، جوانی های من همه در ایران گذشت، پیری های من اما کسی چه میدان. سلام میکنم به هموطنانم در هر جای جهان که هستند. مجددا سپاس گزارم از مراهم و محبت های شما. دست و پای این پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها باید ببوسیم. کی بودن اینا؟ 7000 سال تاریخ روی شانه های اونها استوار بوده. چه خدماتی به بشریت انجام داد. این کتاب بزرگی ملازم فهمی موزه آلمان منتشر کرد از یه ملت 7000 ساله. بعضی اشیاء هست که تو این کتاب ملاحظه می‌فرمایید. امیدوارم حالا بتونیم یکی از برنامه‌ها به طور مفصل همه رو به شما نشون بدیم، فرصت نبوده. آدم به اعجاب، به شگفتی میاد، به شگفتی. آثاری متعلق به 5000 6000 سال پیش، 7000 سال پیش، اینقدر زیبا. این مردم عجب خلاقیتی داشتن، چه دیدی نسبت به دنیا، زندگی آینده، به تاریخ. دکتر حسن عباسی رفته و از موزه دیدن کرده. موزه جریان داره، هنرمندان بزرگ آلمانی و اروپایی رفتن و آثار پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما رو دیدن، با شگفتی حالا یاد میکنن از اونجا که دیدن. و ببینیم که این نمایشگاه کجا برگزار شده. آقای دکتر عباسی درود بر شما مهربان یارای میبودی. حال شما خوبه؟ شما در نیس هستید بله؟ برگشتید از آلمان؟ با اجازه شما بله. در جنوب. خب آقای عباسی این نمایشگاه در کجا برگزار شد؟ در کدام موزه؟
این در موزه رسمی شهر بن آلمان تشکیل شده که موزه بسیار شیک و مدرنی هست و بخش عظیمی از قسمت هنر این موزه اختصاص یافته به نمایش تمامی اون تصاویر و مجسمه ها و سکه ها و سنگ نوشته هایی که در اون کتاب ملاحظه می‌فرمایید و در سر تا سر شهر بن وقتی وارد میشید پوسترهای بسیار بسیار بزرگی که همون از روی جلد این کتاب گرفته شده به چشم میخوره که نمایشگاه 7000 سال هنر در پرس یا در ایران در پارس سرزمین پارس. این نمایشگاه از ماه اگوست شروع شد 11 و تا ژانویه سال 2002 ادامه داره. من آقای میبودی همونطور که خود شما فرمودید بارها گفتید واقعا و امشبم فرمودید این یکی از موارد افتخار آفرین سرزمین ایران هست که من توصیه میکنم تمامی عزیزان هر جا هستن برن و این نمایشگاه رو ببینن، دوستان خارجی خودشون رو ببرن. میدونید آقای میبودی اکثر اشیایی که در اینجا به نمایش گذاشته شده از موزه تهران آمده. حسن عباسی، من مختص شما امشب میخوام از یه نفر قدردانی و سپاسگزاری بکنم به خاطر تلاشی که کشید در راه فرهنگ ایران، گسترش هنر و تمدن 7000 ساله ایران و پست خودش رو به خاطر همین تلاش‌های خردمندانه و ایرانیش از دست داد. اون آقای عطاالله مهاجرانی است. عطاالله مهاجرانی و اکیپ دیگه‌ای که هستن الان در اون دارن کار می‌کنن. اینا چند سال پیش تلاش کردن که بتونن این آثار رو خارج کنن تا در یک سرزمین اروپایی به نمایش گذاشته بشه. در فرانسه می‌خواستن این کارو بکنن، اونطور تسهیلاتی که در آلمان قرار داشت رو نمیتونستن داشته باشن. در آلمان این کار انجام شد توسط موزه شهر بن و در این موزه آقای میبودی موارد بسیار جالب و حساسی به چشم می‌خوره، از جمله این که همونطور که شما و اکثر بینندگان عزیز میدونن پیکرتراشی به ویژه پیکرتراشی اوریان زن و مرد تاریخش رو در غرب میگن 200 سال پیش هست، یعنی جنجالی که راه افتاد در این سالها بود. ولی سرزمین پارس و ایران، سرزمین کهن ایران بزرگ، ما میبینیم که در همین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده پیکرهای اوریان و پیکرهای همخوابگی مال 5000 سال 6000 سال پیش ایرانی ها اینها رو میتراشیدن و داشتند و این یکی از هنرهاشون بوده که زیبایی رو در مجسمه سازی خودشون به کار ببرن. بعد مجسمه آقای میبودی از حدود 1 متر 1 متر و 20 70 سانتی متر هست تا 2 سانتی متر، یعنی یک مجسمه بسیار بسیار کوچکی هست. 2 سانتی متر این مجسمه و مال 5000 سال پیش از میلاد مسیح هست که میشه 7000 سال پیش. یک کار دیگه آقای میبودی که شده روی همین قضیه تمدن 7000 سال ایران، 2 تا CD منتشر شده توسط انتشارات یساوالی که در این 2 تا CD 10 ساعت صدا، تصویر و مطلب از آثار بسیار بسیار و متفاوتی که در ایران کشف شده در سالهای اخیر و تمامی اون المان‌های پیشین رو باطل میکنه که ایرانی 2500 سال 3500 سال 4000 سال تمدن و فرهنگ داشت و این رو میرسونه به فراتر از 7000 سال پیش. این اسناد همه در اونجا هست و الان اسناد زنده‌اش و حقیقیش در خود شهر بن هست. از جمله آیا بسی دکتر اجازه یه نگاهی به همین اشیایی که به نمایش در اومده، به چند تاش تعدادش مشخصه که چند شی نفیس حدود 800 تا است آقای 800. اجازه ما از چند تایی از اونها دیدار بکنیم، مظنه‌ای به دست بیاریم. عبدالله ناظمی هم الان وارد شد با ما. سلام میکنم عبدالله ناظمی. روزتون بخیر. حال شما چطوره؟ شما خوبی؟ خیلی خوب. دکتر عباسی رو میشناسی؟ بله قربان شما. از پاریس ها؟ خدمتشون بودیم یه دفعه. برنامه اجرا کردن در پاریس؟ بله در یونسکو. من درود میفرستم به آقای ناظمی. ممنونم. اجازه نگاه کنیم به اشیا با هم بیایم یه چند تا شعر رو نگاه کنیم.
سالنامه‌های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.